خب بچه‌ها خوش اومدید به چنل سپینی. بچه‌ها درسته اینجا چنل مانینا، سالی امروز یه خودشون مهمون مهمونن. ویژه داریم. خودمون مهمان برنامه‌مونیم و میزبانمون یه کاپل زیبا. بچه‌ها ما اومدیم یه حرکتی زدیم، گفتیم بچه‌ها همه هستن کاپلا دور هم جمعیم، گفتیم خودمون هم باشیم. موجیاری کردیم امیر و مبینا که خیلی محبوب بوده، دوستشون داشتین و اینکه سوالا رو خودشون طرح کردن. واقعا ما در جمع نیستیم، بریم ببینیم که چیکار می‌کنن با همون دیگه. ان شاءالله که خب بچه‌ها وایسا من این چیزی بگم، انقدر برای ما داستان درست شد سر برنامه قبلی، گفتیم بذاریم به چالش بکشیمشون. هیچی دیگه میخواد جواب حالشون رو بگیریم. خب بچه‌ها خودتون رو معرفی کنیم و یه توضیح به هم دیگه بدین که چطوری آشنا شدید. من سپیدم، 20 سالمه دیگه، الان 20 سالم شده. بعد واو یاد اون چیزا افتادم. چطوری با هم آشنا شدیم؟ وایسا من معرفی نکردم خودمو، یه ذره تو خودت یه ذره دیگه. بیشتر معرفی کن، فقط گفتی 20 سالمه. 20 سالمه. اهل کجایی؟ اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم. بعد اینکه کار زندگی میکنم، توی اینستاگرام فعالیت میکنم، یه خواهر برادر دارم، از خانواده‌ام دور زندگی میکنم و اینکه مجردم. رشته تحصیلیم تجربی بود دیگه، ادامه ندادم. من مانیم، متعلم. نه مجرد متعل چیه گفت؟ خیلی ولش کن. مهمه. من مانیم 19 سالمه، حالا 2-3 ماه دیگه میشم 20 سالم. چرا دروغ میگی؟ 4-5 ماه دیگه میشم 20 سالم. دی ماهیه، 2-3 ماه دیگه نه. نه چند بدش کن. من تک فرزندم، با خودم زندگی میکنم، خانواده‌ام جدا زندگی میکنم، خونم جداه. همین دیگه. معرفیمونم برو. پس یعنی سپیده بزرگتره. آره. نه حالا مغزن عقلی مهمه به نظر من. خب که 100% من باز بزرگترم. بچه‌ها ما شما آشناییمون اینطوری شد که ما یه دوست مشترک نداشتیم. بگو درست بگو. وایسا میگم. من پیش یکی از دوستام زندگی می‌کردم که دخترش هم دوستم بود. بعد دخترش یکی از دوستای اینو که با هم ویدیو درست می‌کردن تو اکسپلور دید. گفت اینو ببین و فلان، اینا ببین چقدر باحاله و اینا. گفتش که مثلا بریم باهاشون مثلا ببینیم چه جوری ان اکیپ بلاگر را دیگه. من به اون طرف پیام دادم. بعد من اصلا آدمی نبودم که بخوام با یه پسری صحبت کنم، اصلا ارتباط نمی‌گرفتم اونطوری. من موقع توی مدرسه بازیگری و گویندگی کار می‌کردم دیگه. از اونجا بهش پیام دادم، گفتم که آره ما از پیج همون ما به بازیگر پسر میخوایم، اگه اوکی بیایم آشنا شیم که شما بیا بازیگر ماشین. رفتیم اونجا همشون بودن. ببین یه گله پسر موفرفریه، این چیش منظورش منم 16-17 ساله، ماسک نداشتن. ماسک من مشکی نه ماسک نمیزن. بعد ما اون که همه کردیم سمعی کردیم اینا، گفت بیا بریم پیش بچه‌ها. به ماسکیا بر نخوریم. گفت بیا بریم پیش بچه‌ها. رفتیم دیدیم چند تا پسر دختر قاطی بودن ویدیو میگیرن تو پارک چیتگر. هر پنجشنبه میرفتیم. بعد همه سلام علیک کردن، پسرا مؤدب سلام فلان بسات. این بوس خب از اون ور اومد ما رو دید اینطوری، مهدی بیا اینجا کارت دارم، مهدی بیا اینجا. آقا خب من یه سلام نکرد. من اون تایم طوری بود که اصلا با دختر ارتباط کلا نمیگرفتم و تفاهم نگرفته بودم. کلا ارتباط اصلا با دختر ارتباط نمیگرفتم، اصلا اوکی نبودم. و آقا خیلی چیزا دیده بودم، کلا دختر جماعت بدم. نه اشتباهه. الان چی؟ مانی نه، مانی خیلی با دختر، مانی با همه دختر اکیپشون ارتباطش خوب بود غیر از من. ببین اونطوری بود که من میخوام دعوا کنم. اینطوری بود که با هم مثلا دیگه مجبور بودم میومدن هر روز فکر کنم پیش ما بودم، مثلا ما رفتیم پارک فلان اینا میومدن هی پیش ما سر ویدیو ما. دیگه نمیشه به یارو توهین کنی که بگی داداش نه داداش آبجی نه یا فلان. بعد خلاصه ما کلا از اونجا من از این بدم اومد، مثلا خوشم نمیاد دیگه، کلا از این واقعا بدم اومد. بعد دیگه با همه بچه‌ها اوکی شدیم، بچه‌های باحالی بودن، میگفتیم میخندیدیم و ویدیو میگرفتیم و فلان و اینا. من و این هر دقیقه دعوا می‌کردیم، یعنی عین موش و گربه.
بعد ما پس از نفرت رسیدیم به این دوستی. آره ما اصلا بدمون میاد. یه تایمی خونه یکی از دخترها همه جمع شدن، یه 2-3 روزی بود اونجا، 3 روز بود اونجا بودی. بعد من موقع میرفتم سر کار، بعد چون اونجا می‌خواستم راه بیفتم کرج بود کارم، ولیعصر تهران بود، 6 صبح راه میافتادم، 8 شب میمونم دوباره پیش اینا اون خونه که بچه‌ها دور هم بودیم. خونه یکی از دوستای دیگه من رفتیم. بعد ما اونجا کم ارتباطمون بهتر شد. اون موقع بچه‌ها سری کارا می‌کردن، ما نمی‌کردیم. یعنی ما خیلی بچه مثبت بودیم. این مثبتیه باعث شد که به هم نزدیک شیم، از اونا دور شیم. از اونا دور شید و به این پیشرفت برسید. آره. بعد دیگه اینا باز داستان داره. ببین وایسا من بگم. ما از اونجا من رفتم سر کار، روز آخر بود. با من نمیدونستم اینا دارن میرن. خب از اونجا زنگ زدم به دوستم، اسمش چی بود؟ اسمش مهدیه؟ نه آنابل؟ آنابل لقبشه. زنگ زدم آنابل. آنابل گفتم بچه‌ها رفتن. ببین یه احساس خیلی یه جوری بودم که انگار یه تنها دوست انگار تنها شدم. بعد با اون کسی هم که پیش زندگی می‌کردم، با اون دوست خانوادگیم به مشکل خورده بودم دیگه، نمیتونستم زیاد اونجا بمونم، دنبال خونه میگشتم، خونه بگیرم سریع. بعد دیگه ببین خیلی بعد منم روم نمیشه زنگ بزنم کجایی منم، بیا منم با خودتون ببرید. بعد دیگه زنگ زد مهدی، همون دوستش که اولین بار رفتم ببینمش، اون زنگ زد گفت بیا اینجا هستیم دوره همون کنن اینا. گفتم من نمیتونم بیام، زشته و خونه مانی من برای چی بیام و اینا. بعد دیگه مامانش رفته بودن خونه مانی. آره. بچه‌ها مامانش گوشو گرفت، کوچولو. گفتش که سپیده جان بیا اینجا، بیا منم هستم و اینا، تنها نیستی و اینا. بعد دیگه مامانش اصرار کرد، گفتم منم خجالتم آب شد، گفتم مامانش هست میرم. دیگه رفتم اونجا و یه سری اتفاقات زندگیم افتاد، یهو خالی شدم، یهو پوچ شدم. سر کار دیگه نرفتم، از اون دوستام جدا شدم، خانواده‌ام که خیلی وقت بود جدا بودم. دیگه مانی شرایطمون یه جوری شد که آقا مانی می‌خواست خونه بگیره، من خواستم خونه بگیرم. با هم مچ شدید و شرایط مجبورمون کرد که پیش هم زندگی و با هم کار کردیم. من اصلا با دختر کار نمی‌کردم. 2 تا ویدیو با دختر دابسمش بدون تایم گرفتم سر لجبازی. فقط می‌خواستم با این مثلا ما یه دونه ویدیو شد گرفتیم با هم، ویدیو اینطوری نبود که فقط مثلا گفتش بگیریم همینطوری داشته باشیم. فکر کنم یادم ویدیو رو آپلود کردم، ما تو راه سفر بودیم. روز اولش دیگه 50 کا اینا خورده، مثلا پیج 2-3 کای 50 کا هم خیلی بود. بعد یهو ما شبش دیدیم شد 700 کا، صبح بلند شدیم دیدیم شد 2 تا 3 اینا رفت. بعدش بنده خدای استوری کرد دیگه، کلا پیج رو حالت این اون تا مثلا وی استوری فکر کنم 150 کا خیلی ها نمیدیدن، یه سری با پیج 50 کا وی استوری 150 کا بود، همه کورکو براشون افتاد. دیگه ما اونجا ویدیو گرفتیم دوباره دابسمش، بعد اون میلیونی خورد. اینم بگم آقا مانی با من ویدیو نمیگرفت. خب منم نمیدونم بیام بشم بیا با من ویدیو بگیر، ولی گفت من کی به تو دید ویوات اومده بالا، گفت بذار حالا که ویو اومده بالا. من گفتم مانی با دوستاش میذاشت ای یکی مانی. بودن. بعد با من که گذاشت، من یادم خونش که زندگی میکردم لایف که میگرفت صدام در اومد لایو قطع میکرد، میگفت برای چی حرف میزنی میفهمن اینجایی. اینطوری بود. بعد مانی با من ویدیو نمیگرفت، اون ویدیو که میلیونی خورد با من گرفت تو پیج خودم، بعد دوباره میلیونیش دید خیلی خوب میشه، پیج دومش اون موقع پیج اولش پرید بسته شد این مدت، تو پیج دومش با من ویدیو گذاشت، پیج اولش هم نمیذاشت، میگفت اکیپم ناراحت میشن. ما آدم خوبی بودم، قوانین رعایت می‌کردم. آره دیگه با من ویدیو گذاشت، پیج دومش پیج اولش داشت رد می‌کرد، پیجش هم بسته بود. دیگه تو پیج اولش هم گرفته بود، بازم نمیذاشت. چقدر دلش پره. ویدیوهاش خوابید با من گرفت. شما چرا اونور نگاه؟ چقدر دلش پره. هیچ دیگه همین بود. دیگه مجبور شدیم با هم کار کنیم، میدونی؟ از سر مجبوری. اجبار. مانی تو هم توضیح بده. دیگه همه رو گفت من چی میگم، من لالم این وسط. ولی با هم زندگی میکنید؟ آره الان با هم زندگی. تو خونه مشکلی هم داریم مثلا؟ دعوا خیلی میکنیم. تامجری. هنوزم ما تامجری. ولی خب الان دیگه مثلا خب خیلی مشکلات داشتیم تو این 3-4 سال، هم مانی هم من. این مشکلات همیشه کنار هم بودیم. این کنار هم بودن، این با هم پیشرفت کردن باعث شده که با هم کنار بیایم. دوستیه باشه، با هم بتونیم کنار.
ولی هنوزم دعوا داریم و نه دعوا همینطوری دعوای خیلی جدی نه. نداره. ولی کارمون خوب پیش رفت، دوستمون داشتن و این باعث نمیشه که به خاطر این پیشم بودیم، کلا دیگه اوکی بودیم. همه چی هم سر کار نبوده، یه سری معرفت هم بوده که واسه هم دیگه گذاشتن. آره واقعا. بچه‌ها. تمام. خب انشالله که پایدار باشید. پایدار تا پایدار. بریم واسه پارت بعدی. خب نه شما دیگه، بگید ما دیگه. مجرمیم. آره شما باید. بچه‌ها. شما نخواهید الان باید ما چیکار نخواهیم کنیم؟ هیچ اتفاقی نمیفته. الان باید چیکار کنیم؟ خب بریم واسه پارت بچه‌ها. بعد یه سری سوالا آماده کردیم. این دوتا باید وای به وای. جنگ بیفتن. جنگاتون باید شروع شه از الان. یادتونه ما من هم خونه جنگ. نمیخوابیدم. 3 روز نوبت خونه تو. نخوابی سر ویدیو شما. خب بچه‌ها بریم واسه پارت بعد. خب بچه‌ها اومدیم واسه پارت بعدی. تو این پارت قراره بچه‌ها چشاشون رو ببندن، موبینا یه سری سوالا آماده کرده که ازشون بپرسه و با آره یا نه جواب بدن. دیگه این بخش جنجالی ترین بخش هر ویدیو دیگه. بریم ببینیم چی میشه. چشاتون رو ببندیم بچه‌ها. نمیبینید باز حواسمون هست. نکنید چشاتون رو. خب من اولیو بپرسم. برگردید عقب بازم با هم کاپل میشید؟ خب سوال بعدی. به ازدواج با هم فکر میکنید؟ خب تا حالا از همدیگه متنفر شدید؟ یه دونه آخه به نظرتون تنهایی هم میتونید پیشرفت کنید تو این استا؟ قلب من داره تون میزنه. بقیه‌شو میخوام امیررضا بپرسه. خب. من دیگه نمیتونم. سوالا بعضی هم داریم سوسو بود. ولی یه دونه جواب داره، سوسو نداریم. خب تا حالا اون یکی دلتون رو شکسته؟ اون یکی خب الان کیو؟ تا حالا سپیده دلتو شکسته؟ تا حالا سپیده دلتو شکسته؟ خب همدیگه رو دوست دارید؟ اوه جالب شد. خب یه ذره اذیتشون کنیم دیر بپرسیم. از پیشرفت زیاد اون یکی میترسید؟ به در آینده کاپل تو عوض میکنی؟ حتی اگه یه کاپل بهتر. وای بر من این چه جوابی بود. خب سوال آخر بچه ها، امکان داره مهاجرت کنی؟ مهاجرت کردن رو دوست دارید؟ پس دوست دارید. چشتون رو باز کنید. سوالای ما تمام شد. خودتون نگاه نکنید. به نظرم ویدیو رو نگاه نکنید. دستم خوش شد. اگه ببینم برخلاف من بوده خودم تو ادیت میگم بچه دستم برعکس. بچه ها جواباشون خیلی متفاوت بود. امیدوارم که با هم بسازین بعد این ویدیو. چیاش متفاوت بود؟ سپیده یه جوابایی داد که به نظرم نباید این کارو میکرد. من خوب بودم؟ مانی خوب بود به نظرم. آره ازش مایی تو ویدیو بردی خوب تلافی کرد. عقده آدم چقدر میتونه کینه بشه؟ نه من کینه‌ای نیستم، همونطور که خود رفتار میکنی رفتار میکنم. باش تو کینه من کینه ایم. آروم باشی. خب باش. سوال دیگه نمون؟ نه تموم شد. نه تمام خدا رو شد. شکر. میریم واسه پارت پارت بعدی. بعدی. شما برید. بریم واسه پارت بعد. شما بگید. بچه ها قراره تو این بخش به جون هم بندازیمشون. سوالاشون رو از همدیگه بپرسن که قشنگ یه جنگی را بیفته این آره وسط. دیگه فعلا ما خدافظی میکنیم از پیشتون. مرسی تا اینجای برنامه نگاه کردین عاشقتونیم، امیدواریم که لذت برده باشین و ادامهش خیلی قشنگتر میتونه باشه. خب اما بازجوی ما بپرس. تو بپرس. تو بپرس. نه تو بپرس. اول تو. اونجا چیه گفتی؟ اونجا
اونجا جبران کردم کاراتو. یعنی همه رو برعکس گفتی. من نیم بذار حالا فیلم ویدیوشو میبینم. تو چی گفتی؟ من هیچی. باید ببینی خودت ویدیو. خب بپرس. تو بپرس اول. بین برزن دست داده. بپرس. حرفتو بزن. بگو تو دلته بگو. بزن دیگه حرفتو. خب به نظرت من برای ریل زدن خوب نیستم؟ یعنی چیه؟ چرا یه دختر کاملی هست؟ به نظر تو چی؟ تو؟ من خوب نیستم؟ من پسر خیلی خوبی. به خاطر اینکه تو خیلی خودخواهی و خیلی مغروری هستم به درد رابطه. الان تو کاملا خوبی؟ نه خب خودت گفتی الان کاملا خوبی. من گفتم ناراحت نشی. خب راستشو بگو حالا. راستشم نمیگم. بگو. نمیگم. جونم. نمیگم دیگه چیکار به تو چی؟ توی چند وقت که کار کردیم به نظرت دختری بوده که بخوای باش کاپل شی بگیم خب کاش وای میشد کاپل شم؟ نه. چرا به این فکر کنم؟ من کارم یکی. چرا نباید به این فکر کنی؟ یعنی تو الان به این فکر کردی؟ نه. وقتی آدم تو اینطوری ولی تو آدمی میگی هستی که به این چیزا خیلی فکر میکنی. من چه آدمیم؟ من اصلا من توی شناختی؟ نه ولی خب مثلا به خاطر پیشرفت کارت هر کاری میکنی. نه که تو نمی‌کنی؟ من نمیکنم. تو این چند وقت که با هم بودیم فکر نمی‌کردم کاپلم عوض کنم. ولی شاید در آینده چرا. الان معلوم نیست حالا جور دوربین میگی این حرفا. ولی خیلی پشت نمیتونم بدم. خیلی چی؟ بگو حرفتو بگو. بپرس این اومده تو بپرس. دوست دارم سوال بپرسم. نه بپرس خدایی. فکر می‌کنی بدون من الان پیشرفت بکنی؟ آره. تو بدون من پیشرفت میتونی بکنی؟ آره. پیجتو من آوردم بالا. بدون من میتونی پیشرفت کنی؟ چیکار کردی تو؟ پیجتو من آوردم بالا. تو پیج من آوردی بالا؟ نه تو پیج من آوردی بالا. من پیج تو رو آوردم بالا. تو نبودی من بلاگر بودم. چه بلاگری بودی؟ 100 کا تو موقعی که پیج داشتی 100 کا نبودی 50 کا بودی. 80 کا دست کن. 80 کا بودم. 80 کا بودی تو؟ منو میشناختم خیلی منو میشناختم. تو موقعی که پیجت بسته شد 70 کا بودی. خب اون موقع من پیجت 50 کا بود. میلیونی خورد اومد بالا. با کی آفرین با کی اومد میلیونی خورد؟ با اون همه دختر گرفتی چرا بقیه‌شون نیومدن بالا؟ اونا تو پیجشون نذاشتن. کی گفته نذاشتن؟ همشون گذاشتن. نه کدومشو گذاشت؟ بگو نام بگو. مهدی گذاشت. نذاشت. خب گذاشت شد 20 کا. آفرین. همون 20 کا هیچ چیز اندازه من نتونست پیشرفت کنه با تو. آفرین. با من. حرفش تو زدی. هر چی بوده تو طرف داد. تو بدون من نمیتونی پیشرفت کنی. نمی‌زنی چرا دوربین حرف می‌زنی؟ خیلی حرفت زشته. تو که حرفات زشتره. من چی گفتم؟ من از اولش درست باید رفتار کردم. تو درست رفتار کردی؟ چیز بردینا رو یادت چجوری رفتار کردی؟ چی برخوردی کردم؟ برخورد خیلی اشتباهی کردی. همه چی قشنگ واضح گفتم. درست. تمیز. بی مروت. هم مشکل داری؟ این قسمتش که گفتی تو پیج من آوردی بالا رو پاک کن. یه دیت رو پاک کن. چون تو پیج من نیاوردی بالا. هر کسی تلاش خودشو کرده. حالا چیزی که بوده و شده. یعنی رو همین میخوای وایسی آره؟ مشکل داری الان؟ سوال دیگه نداری؟ نه. تمامش کن. چه بهت برخورد؟ مرسی تا اینجا ویدیو بودید خدافظ.